سلام به دانش آموزای خوشگلم. عزیزان من، امروز رسیدیم به درس 17 که در مورد یکی از سروده های آقای بابک سرایی عزیز هست که اینو آقای امیرکریمی زحمت کشیدن خوندن. این آهنگی که ما میخوایم امروز بررسی کنیم اسمش هست انگار تو نبودی. خب با دقت گوش کنین، چون قطعا از این توی امتحان سوال میاد از این آهنگ، چون واقعا درس زندگی رو داره میره تو این آهنگ. و اون عزیزانی، اون دوستانی هم که ما رو دارن توی یوتیوب، اون دسته از دانش آموزان عزیزی که ما رو دارن توی یوتیوب مشاهده میکنن، ما رو دارن میبینن و از این درس بهره میگیرن، لایک کنند، سیو کنند، شیر کنند، کانالمون رو سابسکرایب کنند تا اون زنگوله کنارش هم بذارن تا اگر درس دیگه ای در مورد یکی از شعرهای مطرح یکی دیگه از دوستان عزیز ترانه‌سرا و خواننده های گرامی توی کتابمون بود، ما اونم زمانی که رسیدگی کردیم و ویدیو شد ضبط کردیم در دسترس این عزیزان قرار بگیره. خب میریم اول این آهنگ رو گوش میدیم با دقت ببینید، حواستون رو جمع کنید چون واقعا خیلی مهمه. خب میگه بارون و من و تو. ببین 3 نفرن، بارون خودش و اون طرف مقابل، درسته؟ 3 نفرن. خب حالا بارون و من و تو، موسیقی دریا، یه دریایی هم یه جا داره حالا سازی میزنه، یه چیزی که اونم توی قالب این شعر وجود داره. حالا شدن سرجم 4 نفر دیگه. خب بریم ببینیم چه اتفاقی داره میافته. تا اینجا رو که با دقت گوش دادین. خب بارون و من و تو، موسیقی دریا. آره خوب و ساده بودی، با همون من و تو موسیقی دریا، به اون توی میگه خوب و ساده بودی بی هراس فردا. خب بی هراس دو دستاتو گرفتم عاشق شدی، اما اینجا یه اما داره. خب این امای خیلی مهمه، این امای از اون اما هاست. خب ببینیم تو کتابتون هم که هست دیگه، میخونین دیگه. این دوستمون هم آقای بابک سرایی عزیز که با این ترانه های زیباشون، با این سروده های زیباشون و همچنین اجرای زیبای آقای امیرکریمی گل واقعا یعنی مو رو تو تن آدم سیخ میکنه توسط این اجرا. خب میریم ادامهش رو نگاه میکنیم. ببین یکی رو داره تعریف میکنه، یه ماجرا، یه اتفاقی رو میگه، من و تو و موسیقی و دریا و فلان و بسار. بعد میاد ترجیبندش اینه انگار تو نبودی، یعنی معلوم نیست کی بوده شبیه این توه که این حالا واسه این داره تعریف میکنه. خب اینجا سوال اینه، آیا این ترانه سرا در قالب این ترانه داره میگه که
این مرده با یه توی دیگه ای قرار گذاشته بوده، رفته کنار در موسیقی و دریا و فلان. بارون و من و تو، موسیقی دریا. اون توه حالا اینجا میگه انگار تو نبودی، پس کی بوده؟ نکنه یکی دیگه بوده. حالا ادامهشو گوش میدیم. خب ما بهتر دقت کنیم تو زندگیمون، تو لحظاتمون، تو ترانه هایی که داریم گوش میدیم یه خورده دقت کنیم، یا شعرهای کتابمون. ببین توی چشم این تو داره یه ستاره ای رو میبینه، یعنی کنارش وایساده دیگه، تو چشم اون معلومه یعنی کنارش داره میسوزه، این آتیش گرفته و این داره واسهش تعریف میکنه، داره میگه انگار یه ستاره میسوزه تو چشمات. خب چی؟ انگار یه شب گم شده پشت این پنجره مات. اونجا هم که ستاره بغلش داره میسوزه، این داره واسه این تعریف میکنه، به جای اینکه آتیش رو خاموش کنه و حالا یه خاکی رو سرش بریزه، حالا من نمیدونم یه کاری کنه، داره تعریف میکنه. من شکل سایه، تو شبیه رویا دیگه، واقعا خیلیه. میگه تو شبیه رویا، یعنی اینجا بارون و من که منم، بارون و من و تو، موسیقی دریا، آتیش گرفتن ستاره، حالا هم رویا، یعنی 5 نفر به جز خودش درگیرن توی این ترانه. خب 5 نفر غیر خودش. حالا میگه اون رویا هم تو نبودی. یه دیگه گوش کنن اشتباه بهتون درس ندن. آره دیگه میگه تو شبیه زل زدم تو چشمات آشیدم، عاشق شدی اما انگار تو نبودی. اگه سوالی چیزی دارین کامنت کنید، قطعا به سوالتون جواب میدم، قطعا. حالا نظرت متفاوته، شاید اون نظری که من دارم میدم غلط باشه. ببین چشمات نمیدونم چی وایسا، من اصلا خیلی محتواش چشمای تو رنگ بارون و غروبه، وقتی که میخندی حال خونه خوبه. پس زنشو داره میگه دیگه، با خانومشه، به خانومش داره میگه وقتی که میخندی حال خونه خوبه. خب حالا من شوقه پرواز، تو امید فردا. گم شدم. تو عطرشم عاشق شده. گم شده. این انگار تو نبودی متاسفانه باید بگم چی بگم، با کی رفتی آقای بابک سرایی؟ این شخصیتی که توی این ترانه سرودی با کی رفت؟ این ترانه ها رو بچه ها دارن میخونن، تو کتاباشون هست و آقای کریمی هم که اجرا کردن به این خوبی، به این
به طوری هم اجرا کردن که آدم نمیتونه نشنوه. و خوب ما مردمی هستیم که معمولا فقط گوش میدیم و میریم، دقت نداریم. اگه دقت داشتیم که تقریبا این آهنگمون هم 1 سال و نیم 2 سال پیش اجرا شده، حداقل بهش میگفتیم آقا این انگار تو نبودی ماجرا داره، یه خورده این فیزیلش رو کم کن، اون 6 نفر رو بکنش 2 نفر 3 نفر. آخ بابا خیلیه. بارون و من و تو، موسیقی دریای ستاره آتیش گرفته، دیگه چی بود؟ و رویا. خیلیه، به خدا خیلیه. وای یه جوری اصلا. حالا عزیزان یکی یه دوستی کامنت گذاشته که یعنی چی؟ نه بابا زنده است، خدا عمرشون بده این عزیزان، هم آقای امیر کریمی هم آقای بابک سرایی عزیز، هر دو تا قبرا و سرحال دارن زندگیشون میگن. نه بابا این ترانه است، ربطی به واقعیت زندگی نداره، ما داریم ترانه رو بررسی میکنیم. نه یعنی چی؟ نکنه فردا نکنه زنشون کشته. نه این حرفا نزنید، زشته. نه این عزیزامون هر دوتاشون زندن. آقای بابک سرایی عزیز کماکان دارن ترانه های بی نهایت عالی میسازن. یعنی یه چیزی تو مایه های آقای جنتی عطایی ما تو ایران 2 تا داریم، البته یکی آقای بابک سرایی عزیز رو داریم، یکی هم یغما گلرویی رو. این 2 تا عزیز داخل کشور جا پای، البته جا پای آقای ایرج جنتی عطایی بزرگوار که نمیتونم بذارم، اما خب دارن به سبک و سیاق ایشون ترانه سرایی میکنن و من خیلی لذت میبرم از ترانه های این 2 تا بزرگوار، یعنی این 3 تا بزرگوار و اجراهایی که توسط هر کدوم از عزیزان اجرا شد. قراره توی ویدیوهای بعدی ما بریم به سمت ترانه حریق صدر آقای ابی، ببینیم اون ترانه چه ماجراهایی رو داره. مهشید گمونم بشنوه ابی رو بکشه و سلاخیش کن. خب عزیزان سوالی چیزی داشتین در مورد این ترانه؟ من در خدمتم. حتی شما عزیزانی که آنلاین دارین ویدیو رو نگاه میکنین، توی این ویدیو رو دارین از طریق یوتیوب نگاه میکنید، حتما سوالاتتون رو کامنت کنین و این کامنتاتون رو من در اسرع زمان ممکن جواب میدم، مطمئن باشید. متشکرم از شما. تا ویدئویی دیگه، تا آموزشی دیگه، تا ترانه‌ای دیگه، شما رو به خداوند بزرگ و متعال میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.